سلام، خوش اومدیم به جلسه ششم برنامه‌نویسی وب از مبتدی تا پیشرفته. توی جلسه پیش ما یکی از تمرینای یکی از بچه ها رو باز کردیم و دستورای آلرت و اینها رو با هم دیگه کار کردیم که جوری وقتی وارد می شدیم میگو به وبسایت من خوش آمد. صفحه بعد داشت، صفحه قبل داشت، تو من یه صفحه 11 میرفتم سرم صفحه آخر اینطوری. حالا توی این جلسه من اینو با ویژوال استودیو بی اس خودم باز کنم. باز شد. خب اکستنشن میزنم، مشکل نیست. بی اس کد پتس هم که آموزشش رو گذاشتم براتون، نحوه نصب و کارهای دیگه شو من مثلا میخوام میدونه کورس مثلا به نام کورسی اسب اومد. حالا دیگه تو این آموزش رو گذاشتم براتون. جلسه پیش گفتم اینجوری اسکریپت میزنید و استارسیش هم اینو میدید، بعد برمیگردین توی همون جاوا اسکریپتتون و اینجا دستورای جاوا اسکریپتی که میخواین و مینویسید دیگه. حالا اینو اگه بخواید تو همه صفحات وب بذارین خب باید یکی یکی کپی پیست کنید و اینا، که یعنی کار دیگه نمیشه کرد. باید اسکریپت رو از جا کپی کنید یکی یکی توی همه اینا اینجوری آخرشون بذارید که الان من نمیخوام تو همه بذارم. امروز میخوام استایل ها رو که یه سری ها رو بهتون گفتم، میخوام همون جاوا اسکریپت با هم دیگه کار کنیم. یه تگی ما داریم، مثلا یه تگی هست اسم باتن دکمه که چجوری تعریف میشه اینطوری که یه دونه از اینا میذاری باتن و دوباره میبندی، یه کنترل اس بزن. بعد اینجا مثلا من دوست دارم بنویسم ثبت فرقم نمیکنه هرچی دوست داری. یه اتریبیوتی داره ثبت. اتریبیوت ها رو اگه یادتون باشه، قطعا هم یادتون باشه جلسه فکر کنم دوم یا دوم گفتم فکر کنم که اتریبیوت گلوبال هم نیستش، اتریبیوت معمولیه به نام آن کلیک. البته این آن کلیک رو بیشتر تگای توی HTML میتونن داشته باشن، مثلا این بادی و این اچیک و اینا هم میتونن داشته باشن آن کلیک شد. یعنی اینه که به محض اینکه کلیک شد، همون لحظه ای که کلیک شد، من مثلا می نویسم. خب اینجا آن کلیک رو شما داشته، باتن آن کلیک رو داشته باشین. برگردیم توی کد جاوا اسکریپتتون، اینا رو میبندم قاطی نشه، اینا ببندم. برگردیم تو کد جاوا اسکریپتتون. این دستور اول رو من پاک میکنم. ببینید یادتونه گفتیم که جاوا اسکریپت مثل یک HTML CSS JS. یادتونه گفتیم HTML و CSS تو جاوا اسکریپت مثل یک بزنیم باشیم، مثل HTML مثل اسکلت، CSS مثل پوست و رنگ لباس و رنگ و ایناست و جاوا اسکریپت مثل مغزه. این چجوری کار میکنه؟ ببینید میایید اینجا، برگردید توی اینجا شما می نویسید فانکشن FUNCTION فانکشن یعنی کارمنده. که باز بریم توی translate google.com. اینجا من اینو بزنم روی اوکی. این چرا بود؟ فانکشن میشه تابع. اینجا کار کرد، وظیفه، عمل، کار کرد، اینها هم داره. یعنی
ولی خب حالا بهش میگن تابع، ولی من بهش میگم کارمند، چون که دلیل دارم آینده بهتون آینده که بعدا بهتون میگم چرا بهش میگم کارمند. ما همون تابع هم میتونید صداش کنید. فانکشن یه اسمی براش میذاریم، مثلا من اسم فانکشن رو میذارم A، فرق نمیکنه A بذار، هر چی دوست داریم بذار، هیچ فرقی نمیکنه. من میخوام بذارم A. بعد از اینکه اسمشو گذاشتی چسبیده به اسمش، یه پرانتز باز میکنی میبندی، یه اسپیس میزنی، یه دونه از اینا جدا نفته میذاری و بازم میبندی. یه همچین نه توی یه همچین شکلی داره که فانکشن، اسم فانکشن، پرانتز و از این علامت ها که الان بهتون میگم هر کدوم چه کاری انجام. اول بین این دوتا یه چند تا اینتر بزنید، یه فضایی بینش ایجاد بشه. ببینید تابع ها و یا فانکشن ها کارمندان به یک وبسایت فقط زمانی شروع به کار میکنن که صدا بشن و تا زمانی که فانکشن صدا نشه، تابع صدا نشه، هیچگاه عمل نمیکنه. بر فرض مثال بین این بنویسید alert. الان همه رو توضیح میدم چیه alert و یه دبل کوتیشن رو بنویسیم. شما روی دکمه شما کلیک کردید، چه فرق میکنه کلیک کردید، اینطوری خیلی فرق نداره. حالا فانکشن میگه که به صفحه جاوا اسکریپت من میگه که من دارم یه کارمند درست میکنم، کارمند یک تابع جدید دارم مینویسم. میگه خب اوکی یک تابع جدید اسمش چیه؟ میگم اسمش آه. میگه خب پرانتز رو باید بذاری، یعنی تو مجبوری پرانتز رو بذاری، راه در روی برش نداره و باید بذاری. میگه اوکی حالا این علامت ها رو هم باید بذاری. اینا چه نشانه ای داره؟ میگه که این تابع من زمانی که صدا شد کارایی رو انجام بده که بین این دوتا علامت نوشته شده. اوکی اینو داشته باشین. حالا برگردیم سمت HTML. یادتونه نوشتیم آن کلیک اتریبیوت آن کلیک داشتیم. این بین این دوتا دبل کوتیشن اتریبیوت آن کلیک بنویسید همون اسم متغیرتون بود که اسمش آ بود، آ رو بنویسید، اون دوتا پرانتزش هم بذار، بعدم کنترل اس بزن. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه به محض اینکه روی این دکمه، روی همین تگ باتن، به محض اینکه کلیک شد بپر توی فانکشن آ، یعنی بپر رو تابع آ و دستوراتی که بین این دوتا علامت نوشته شده رو اجرا کن. توجه شدید؟ یعنی در واقع فانکشن یک چیزیه، یک دستور جاوا اسکریپتیه که به طرف میگه که آقا زمانی این کار رو انجام بده که یعنی صدا کردم و میگه حالا انجامش بده. این بعد این آلرت رو به ما نشون بده. حالا بریم ببینیم که چجوری کار میکنه. من یه فنج بزنم، حالا دیگه آلرت نمیکنه. برگردیم صفحه اول. اینجا نکنید اگه من باز اینو رفرش کنم دیگه هیچ چیز اصلا آلرت نمیکنه و یه دکمه ثبت اینجا واسه من اومده که من میتونم اینجا یه چند تا بیار بزنم که اینا با هم قاطی نشن. یه 2 تا بیار بزنم اینطوری، در اینجوری میذاره فاصله. حالا اگه من ثبت رو بزنم میگه شما کلیک کردید و هر رول که بزنم همین اتفاق میفته. چند دقیقه شد ویدیومون. خب این جلسه تا اینجا کافیه. فانکشن رو بهتون توضیح دادم و تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدا حافظ.